به نام خدا. سلام. موضوع امروز ما اینه که ماتریکس چیه؟ ماتریکس کلمه‌ای که خیلی میشنویم این روزا و ماتریکس چیست؟ ببینید، ماتریکس تعریف یک کلمه‌ای داره. ماتریکس یعنی شبکه، سلول، زندان، محبسه، جبر. گاهی وقتا در زندگی ما هیچ چیز رو قادر به کنترل اون نیستیم. خب درون ماتریکس قرار گرفتیم به خاطر اینکه خدا ما رو طوری آفریده که کاملا آزادیم و خودمون میتونیم با انتخابهای خودمون، اعم از درست و غلط، در واقع زندگی خودمون رو در بیاریم اونطوری که میخوایم بسازیمش. خب ببینید، شما وقتی که درون یک ماتریکس قرار بگیری از حوزه اختیاراتت کاسته میشه و در واقع انتخاب هایی که میکنی انتخاب های تحمیلی هستند. مسئله ماتریکس حقیقتا به عصر امروز بر نمیگرده، از مصر باستان میاد. ببینید توی مصر باستان و زمان فراعنه که اوج بردهداری بوده، عرضم به حضورتون که خب مردم رو مجبور میکردن که بناهای خیلی بزرگ بسازن، سنگهای خیلی بزرگ رو جابجا بکنن، از دیدن خانواده‌شون محروم بودن، غذایی که میخواستن رو نمیتونستن بخورن، با حداقل باید زندگی میکردن و از صبح تا شب که بیدار میشدن در واقع در خدمت فراعنه بودن و این در واقع بردهداری کلاسیکه. خب اون آدمام درون ماتریکس زندگی میکردن چون که نمیتونستن آزادانه انتخاب بکنن و آن چیزی که صلاحشونه و براشون درسته رو انتخاب کنن. خب ببینید، عصر امروز با وجود انسانهایی که خیلی ادعای پیشرفت دارن و در واقع دنبال ثروت و پول و زیبایی و مادیات و اینجور مسائل هستن، شما نگاه بکنید انسانهای امروزی رو خیلی نمیشه به سبک قدیم در واقع درون محبسه یا زندان یا شبکه نگه داشت. باید در ازای نگه داشتنشون درون شبکه بهشون در واقع پیشنهادهای وسوسه انگیز داد. خب ببینید، پس تو جهان امروز یک مقداری سیستم بردهداری پیچیده تر و پیشرفته تر شده. انسان‌ها رو به لحاظ جسمی خیلی نمیتونن برده کنن، ولی سعیشون بر این هستش که انسان‌ها رو به لحاظ در واقع روحی و ذهنی برده کنن. خب این یعنی چی؟ ببینید، انسان مثل شبیه به کامپیوتر، یا بهتره بگیم کامپیوتر از روی انسان ساخته شده. ما یک پردازشگر مرکزی داریم، یک CPU که مغز ما هستش، یک نمایشگر داریم یا مانیتور که اعمال ما هستش و بقیه چیزامون همه دریافتی و ورودی اطلاعات هستش. برای مثال شما یک CD رو درون CD رام کامپیوتر میذاری، کامپیوتر قدیمی ها، و شروع به گردش میکنه و وقتی که CPU اطلاعات درون این در واقع پردازشگر مرکزی، وقتی که اطلاعات درون این CD رو در واقع پرداخته کنه، به درون صفحه مانیتور برای شما به نمایش میذاره. خب انسان عملکردش همین شکلیه. ما حواس ششگانه داریم، مدام در حال مشاهده، دیدن، شنیدن، لمس کردن، حس کردن و انواع اقسام دریافتی ها هستیم، حتی از درون چاکراهامون. همه این دریافتی هایی که ما داریم در واقع درون مغز ما میره، پردازش میشه و به شکل اعمال ما خودش رو نشون میده. شما اگر یک انسان رو در واقع هر روز بهش شکلات بدی بخوره، شکر بدی بخوره، اگر براش مدام فیلم های خیلی ناجور و در واقع داغون پلی بکنی، اگر مدام کتاب ها و منابع اطلاعاتی غلط بهش بدی، اگر مدام شبکه های تحریف شده خبری رو در واقع براش به نمایش بذاری و 40 روز بهش وقت بدی تا با این لایف استایل جدید آمیخته بشه، بعد از 40 روز کاملا با یک پروداکت جدید روبرو هستی. یه انسان کاملا ماتریکسی که برده‌ای که درون ماتریکس قرار گرفته شده. پس بردهداری امروز اینطوریه، به اصطلاح میگه که من از شما نمیخوام حمالی بکنید یا سنگای بزرگ جابجا بکنید و بناهای بزرگ برای من بسازید.
بلکه میاد به شکل وسوسه انگیز درون فروشگاه محصولات تراریخته GMO و برندهایی که توسط سرمایه‌دارهای بزرگ دنیا کنترل میشن رو شکل‌های خیلی خاص وسوسه انگیزی آراسته میکنه و در اختیار شما میذاره. حالا من در مورد آمریکا صحبت میکنم چون من اینجا زندگی میکنم. شما یه فروشگاه خیلی ساده، یه پمپ بنزین که کنار جاده میخوای بری بنزین بزنی، وقتی میخوای بری پول بدی حساب بکنی، میبینی که اون جلو رو پر کردن برات با محصولات اسنیکرز و کیتکت و تویکس و انواع اقسام شیرینی‌ها و در واقع شکلات‌های ناجور که برای سلامت شما بسیار مضره. شما وقتی که صفحه تلویزیون رو باز میکنی، اگه 1500 تا شبکه داریم ما خونه توی به هر حال کیبلمون، 1450 تاش به درد نخوره و شبکه‌هایی هستن که اساساً اطلاعات غلط به خورد مغز شما میدن. شما وقتی که درون اجتماع قدم میزنی، پر از اطلاعات نادرسته، پر از مسائل تحریف شده است. آخر هفته‌های شما رو طوری طراحی کردن که به اصطلاح کل هفته وقتی کار میکنید، آخر هفته برید در واقع نایت کلاب ها، کلوب‌های شبانه مشروب بخورید و در واقع که یکی از مضرترین چیزها برای سلامتی انسان مشروب خوردنه و موسیقی‌های خیلی ناجور که اگر شما در حالت عادی بخوای لیریک این موزیکا رو باز بکنی و بهش توجه کنی، شاید دوست نداشته باشی هیچ کدوم اون کارا رو انجام بدی. اینا رو مدام توی مغز در واقع فرو میکنن، دور شما رو پر کردن، پر از فستیوال‌های گوناگون. هر جا میری یه بار برات گذاشتن که بری مشروبتو بخوری. وقتی سوپرمارکت ها میری، اولین چیزی که میبینی بسته‌های سیگاره. وقتی که شما توی به هر حال توی آمریکا مواد مخدر، علف و ماریجوانا آزاده. شما وقتی میبینید توی هر محله‌ای برای شما در واقع یه دونه علف فروشی وا کردن و هر جا تلویزیون رو باز میکنی، رپرها و موسیقیدانایی که در واقع کارشون موزیکه، همه دارن تبلیغ علف کشیدن و مواد زدن و چه میدونم مشروب خوردن، اینجور داستانا رو میکنن. خب ببین، همه اطلاعات شما میگیری، بعد میشی محصول این اطلاعات. بعد از 1 سال 2 سال که با این مسائل مواجه هستی، خب تبدیل شدی به یه آدمی که 2-3 هفته یه بار کلابشو دوست داره بره، هفته یه بار مشروبشو میخوره، علفشو میکشه. اون علف یواش یواش تبدیل میشه به یک مسئله هر روز. عرضم به حضورتون که برداشتش از جهان برداشت غلطی میشه به خاطر تمام برنامه‌های تلویزیونی که دیده، به خاطر اخبارهای نادرستی که دنبال کرده. ببینید، خورد با اطلاعات که به پردازشگر اصلی مغز شما یا CPU شما یا به هر حال ذهن شما میدن، یواش یواش یک شخصیت جدید برده ذهنی و روحی از شما میسازن که بیسیکلی اون وقت ما میتونیم بگیم شما درون ماتریکس هستی. پس ببینید، در واقع ماتریکس تعریفش درون زندان قرار گرفتنه. حالا چه به لحاظ جسمی شما رو زندان کنن، چه به لحاظ روحی و ذهنی. خب گفتیم تو زمانهای قدیم سنگای بزرگ جابجا میکردن چون فراعنه زورشون زیاد بود، ولی امروز به هر حال انسانای مدرن امروزی رو تو نمیتونی با چوب بری بالا سرشون مجبورشون کنی سنگ بزرگ جابجا کنن. میای در واقع شستشوی مغزیشون میدی با استفاده از در واقع تحریف حقایقی که در دنیا وجود داره و یک محصول یا یک پروداکت جدیدی رو از اون انسان ها میسازی که درون ماتریکس قرار گرفتن. خب راه حل چیه؟ ببینید، ما خیلی کلی به مسائل میپردازیم. به هر حال شاید به مرور زمان وارد جزئیات کارم بشیم، تاریخچه شکل گیری یا انگیزشون برای ایجاد ماتریکس یا اصلا خیلی مسائل دیگه. ولی بذارید در نگاه اول خیلی کلی به مسائل بپردازیم تا یه برداشت کلی بگیریم. ببینید، راه مبارزه با ماتریکس چیه؟ گیریم که به هر حال ما میخوایم آقا با ماتریکس مبارزه بکنیم. ما نمیخوایم درون ماتریکس قرار بگیریم، نمیخوایم درون مثلث ماتریکس قرار بگیریم. چی کار بس بکنیم؟ خب سوال خوبیه. مسئله اصلی، تنها راه مبارزه با ماتریکس سلامتیه و سلامتی تعریف داره. تعریف سلامتی چیه؟ در واقع سلامتی حاوی یک مثلثه، یک مثلث سزل. ببینید، سلامتی فقط به جسم نیست. شما میتونی بری باشگاه، به هر حال کلی استروئید و داروهای مختلف و مکمل و اینا استفاده کنی، خیلی هم خوب تمرین کنی،
غذات هم درست بکنی، هیکل خوب بسازی، ولی نمیتونی بیای بگی من آدم سالمی هستم. سلامتی 3 بخش داره. بخش اولش جسمیه، 2 بخش دیگهش روحی و ذهنیه. در واقع شما به لحاظ ذهنی هم نیازمند این هستی که سالم باشی، به لحاظ روحی هم نیازمند این هستی که سالم باشی. اینا یعنی چی؟ ببینید شما جسمتون رو با پرهیز کردن از خوردن یک سری غذاها و در واقع اضافه کردن یک سری فعالیت‌های مفید به زندگیتون میتونی کامل بسازید. حالا ساده ترینش اینه که آقا باشگاه میری، آب زیاد میخوری، سبزیجات میخوری، غذا یه مقداری کمتر میخوری، یا غذایی که میخوری وابسته به اون در واقع چی میگن به قول معروف متناسب با اون سبک زندگی و میزان فعالیتایی که داریه به لحاظ کالری و اینها. از خوردن یه سری چیزا پرهیز میکنی، یه سری چیزا رو اضافه میکنی، یه سری فعالیت‌ها رو اضافه میکنی، خب به لحاظ جسمی سالم میشی. یعنی کسی که مثلا روزی 1 لیتر بستنی میخوره یا مثلا هر دفعه میره فروشگاه خرید کنه یه سری شیرین هم باز بخوره، کسی که ورزش نمیکنه اصلا، کسی که در واقع بیش از اندازه مثلا سیگار میکشه، مواد مخدر مصرف میکنه یا حالا هر چیز دیگه ای، اینها از سلامتی به دور هستن. خب شما باید پرهیزکار باشید وقتی میخواین سالم زندگی بکنید به لحاظ جسمی. یه سری کارا رو میکنید، یه سری کارا رو نمیکنید، شیپ متناسبی و فیتی به دست میارید، بدنتون فیت میشه و اینها، خب میشه گفت به لحاظ جسمی سالم شدید. ولی ببینید اگر شما یک آدم سالم باز بخواد بره سراغ تلویزیون اون در واقع برنامه‌های ناجی رو ببینه، هر هفته یه بار باز از توی کلوپا و اینا جمعش بکنیم، مدام در حال مشروب خوردن باشه، چه میدونم یک کتاب درست مطالعه نکنه، خیلی کارا رو باز نکنه، به لحاظ ذهنی هنوز مریضه. میدونید چه میگم؟ خیلی از آدمایی که حتی پرورش اندام کار میکنن، زیبایی اندام کار میکنن، این ورزشکارای درجه 1 یا اصلا ورزشکارای مختلف توی حوزه‌های مختلف مثل رزمی، مثل فوتبال، اینها خیلی از اینها مریضن به لحاظ ذهنی. خیلی هاشون دیپرشن شدید دارن، خیلی هاشون افسردگی دارن، به هر حال حال دلشون خوب نیست. خب پس ببینید ورزش تنها راه نیست. شما حالا بگیم که فعالیتاتون رو تنظیم کردید طوری که تن سالمی داشته باشید، وهله دوم ذهنتونه. باز شروع کنید مغزتون رو با اطلاعات درست پر بکنید، کتاب‌های مناسب، منابع درست. هر برنامه تلویزیونی رو نبینید، هر شبکه خبری رو دنبال نکنید، آقا نذارید هر اطلاعاتی الکی از طریق چشم وارد مغز شما بشه. میدونین چی میگم؟ چون مغز شما اونها رو پردازش میکنه و در عملتون نشون میده، در واقع خودشو به نمایش میذاره. پس ببینید برای اینکه ذهن سالم داشته باشیم باید اطلاعاتی که به مغزمون میدیم رو کنترل بکنیم و در پی این کنترل کردن است که ما از در واقع میتونیم از سلامت ذهنی برخوردار باشیم. و گزینه سوم سلامت روحیه. آدم نیاز داره که به لحاظ روحی و اسپریچوالیتی سالم باشه، یعنی به لحاظ معنوی. خب چطوری میشه این کارو کرد؟ ببین خیلی مثال ساده‌ای میشه زد. شما فرض کن که تو خیابون داری میری، یه فردی رو میبینی که مثلا بدون دمپایی داره قدم میزنه، بدون کفش، یه فرد فقیر حالا توی دستی. شما میبینی که مثلا این فرد داره توی خیابون روی آسفالتا قدم برمی‌داره و اینها، میبینی مثلا پاش زخم شده و خیلی سخت داره راه میره و اینا، و یه دفعه فکر میکنی میگی 2-3 هفته است یه دمپایی تو صندوق عقب ماشین منه، من معمولا وقتی میرم باشگاه بعد باشگاه دوش میگیرم این دمپایی رو استفاده میکنم. خب ببین شما مثلا میزنی بغل، میری این دمپایی رو به این فرد میدی، یهو میبینی که مثلا اون فرد چقدر خوشحال میشه، چقدر این کار به کارش میاد و برمیگره میگه ان شاءالله که خدا هر چی میخوای بهت بده. اینا همه مثال حالا ما میزنیم. خب شما توجه داشته باش وقتی میای میشینی تو ماشین دیگه آدم سابق نیستی، چقدر به لحاظ روحی، معنوی و قلبی احساس خوشایند و خوشحالی به دست میده که مثلا من حتی اگه به خدا باور داشته باشی یا نداشته باشی باز به عنوان یک انسان حال دلت خوب میشه. این میشه با بروز این چنین اعمالی شما میتونی سلامتی روحی کسب بکنی. پس این اعمال ماست که روح ما رو سالم میکنه. حالا این مثلث به شدت به همدیگه آمیخته شده است و در واقع متصل به همدیگه است. شما میری باشگاه خودتو سالم میکنی، غذاتو حواست هست، از اون ور منابع و اطلاعات درست در اختیار مغزت میذاری و کامبینیشن این دوتا روی احوال و روح و حال دل شما تأثیر میذاره. میدونی و شما وقتی یک فرد فقیر رو میبینی، فقط یک فردی که درون ماتریکس قرار گرفته شده و به لحاظ ذهنی و جسمی خیلی مریضه ممکنه
به اون فرد کمک نکنه. ولی به خاطر همینه که در واقع همیشه ورزشکارا یه مرامی دارن که بقیه ندارن، چون یه درجه از بقیه جلوترن. پس ببین اینا همه مثلث به هم آمیخته شده. شما سلامت روحی میخوای، باید سلامت جسمی و ذهنی تو به دست بیاری. سلامت ذهنی میخوای، باید سلامت جسمی و روحی تو به دست بیاری. سلامت جسمی میخوای، باید سلامت روحی و ذهنی تو به دست. همه اینا به هم دیگه مربوطه و اساساً وقتی که تبدیل به یک فرد سالم شدید دیگه ماتریکس نمیتونه شما رو ببلعه. میدونی ماتریکس مال آدمای ضعیفه، مال کسایی که درگیرند. یارو 1 ساله میخواد باشگاه رو شروع بکنه، از هر شنبه، حالا ما اینجا دوشنبه اول هفته است، از هر به اصطلاح دوشنبه، ولی شنبه شب و یه شنبه شب رفیقه زنگ میزنه آقا دوره هم جمع این پاشو بیا، چند تا دخترم هستن و مشروب و پشرو و برنامه برا، به اون نمیتونه نبگه. میدونی چی میگم؟ کسی که در واقع مغلوب نفسش میشه و انتخابهای درست رو برای زندگیش، اون انتخابهایی که از اعماق دلش میخواد که اونا رو انجام بده ولی چند سال نمیتونه و نمیکنه، کسی که در واقع قادر به در واقع قربونی کردن نفسش برای رسیدن به اهدافش و کمال خودش نباشه، در واقع درون محبسه یا درون زندان، شبکه و یا ماتریکس قرار گرفته شده. تنها کسانی که درون ماتریکس قرار نمیگیرن افراد سالم جامعه هستند و این افراد رو در واقع ماتریکس نمیتونه ببلعه، روی اینا نمیتونه کار بکنه. برای همینه که مجبور میلیاردها دلار هزینه بکنه که شما شروع کنی فیلم‌های به درد نخور دیدن، شبکه‌های به درد نخور دیدن، اخبار به درد نخور شنیدن. باید میلیاردها دلار هزینه بکنه تا صنعت موسیقی رو تبدیل بکنه، از باخ و بتوون بگیره بیاره تبدیل بکنه به جیزی و چه میدونم دریک و رپرهای دوزاری و به هر حال اینجور مسائل. یا فیلم‌های هالیوودی رو باز از در واقع فیلم‌های قشنگ کلاسیک ساخته، حالا بیلی وایلدر، هیچکاک یا جان فورد و اینا، بگیره بیاره تبدیل بکنه به محصولات دوزاری امروز. ببینید میلیاردها دلار داره هزینه میشه که شما اطلاعات تعریف شده بشنوید و ببینید، غذای ناسالم بخورید، از فعالیت‌های جسمانی به دور باشید و به لحاظ روحی هم حالتون خوب نباشه. برای همینه که البته میزان خودکشی اینام خیلی زیاد شده. با این ابزار آلات شما رو درون ماتریکس قرار میدن. پس حواستون جمع باشه، درون ماتریکس قرار نگیرید، روی خودتون کار بکنید. روی خودتون کار بکنید و سعی کنید با نفستون مبارزه بکنید، نگفتن رو یاد بگیرید، از این فستیوالا و چه میدونم کلوپای شبانه اینجا چرت و پرتام دوری کنید، یه جور سالم زندگی بکنید و ماتریکس به دور باشید. دیگه عرضم به حضورتون که همین. یا حق.